گشوده‌شوی رازنه تابستانی ترانسفری در فوتبال هم نزدیک رسیده است و ما را می‌باید که از جالب‌ترین گزارش‌های عملی شده بازاری برایتان رسانیم. این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است، فراگیر ارتباط‌های جالب دسته‌های فوتبالی بزرگ. با اشاره به ارتباط‌های نهایت برقرار ترانسفری لیگ یکم فرانسه و اردیویزی نیدرلندها باید گفت که باشگاه نیدرلندی PSV بازیگر تکیه‌گاهی تولوز ابراهیم سانگاره را با ارزش 9 میلیون یورو خریداری نمود و با همین سانگاره ادامه فعالیت ورزشی در اردیویزی می‌کند. این نیم حمایتگر 22 ساله با دست از انتخاب شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا نموده. طبق معلومات لکیوپه ترانسفری بازیگر از کشور ساحلی اوج برای هلندی‌ها قریب 9 میلیون یورو ارزش پیدا نموده است. قابل قید است که پیشتر باشد نسبت این فوتبال باز افریقایی تبار اسپارتاک مسکو هم توجه کرده بود. همزمان گپ‌ها سر گزارش احتمالی گواردیول و اربی لیپزیگ هم زیادند و به گفته این فوتبال باز تابستان آینده بر عوض 16 میلیون یورو جمع لیورپول به تیم ردبول آلمانی گزارش می‌کند. حمایتگر جوان خرواتی یوشکو گواردیول که 18 سال دارد موسم جاری را پرره در دیناموی خرواتیا گذرانیده و صف لیپزیگ باشد سنه 1 ایولی سال 2021 می‌پیوندد. پیشتر باشد خبر داده می‌شد که این حمایتگر باید بر عوض 20 میلیون یورو به لیدز یونایتد گزارش می‌کرد. دروازه‌بان جبردیده در فینال 2 سال قبلی لیگ قهرمان‌ها که پس از همان فینال دیگر در اجاره‌ها در بدر است، این نوبت به طور موقتی به وطن برگشت یا به طور دیگر گویم لاریوس کاریوس از لیورپول و اونیون برلین گزارش کرد. دروازه‌بان 27 ساله که از این پیشتر در بشکتاش ترکیه هنرآزمایی می‌کرد و مدت 1 سال در بوندسلیگا میدانداری خواهد کرد. خیلی خوشنودم که از نو در بوندسلیگا بازی می‌کنم. اونیون تیمی خاصی است که شایسته احترام است. می‌خواهم که در رشد این باشگاه و بر اجرای وظیفه‌های در بوندسلیگا در پیش ایستاده‌اش کمک نمایم. شرح داد گزارش خود را به اونیون برلین کاریوس. قابل قید است که دروازه‌بان نامبرده در چمپیونات آلمان در صف ماینز بازی کرده بود. سیلویو برلوسکونی یک زمان در ایتالیا دسته‌ای را تأسیس داد که کلی بازیگران شهرتمند در آرزویش بودند و البته که پس از سری راهبری میلان دور رفتن برلوسکونی جانب رسانه‌ای هم سقوط کرد. در دوران معاصر باشد برلوسکونی تیم دیگر با نام مونسا را به گردن گرفته است که الکی با دعوت فوتبال بازان شناخته ولی راستی سابقه دار مشغول است. این نوبت کوین پرینس بواتنگ با مونسا برلوسکونی قرارداد 1 ساله امضا نموده. نیم حمایتگر نامبرده میتواند که مهلت قراردادی خویش را با تیم مونسا به 1 سال دیگر تمدید کند. کوین پرینس بواتنگ همچنین یک زمانی نهایت کوتاه پیراهن بارس هم در تن داشت و از همین حمله ترانسفری را تا حال همگان جز یک معمای جوابش ناپیدا چیزی دیگر نمیفهمند. دسته آخرین بواتنگ باشد فیورنتینا بوده. نیمه دوم موسم قبلی را کوین پرینس در اجاره در بشکتاش گذراند. اگر در خصوص مونسا چیزی دیگر علاوه کنیم آن است که اجرا کننده وظیفه دیرکتوری دسته را ادریانو گالیانی بر عهده گرفته کریستیان بروکی تمرینش می‌دهد. هر برنامه‌ای که در خصوص ترانسفر داشتیم برنامه بدون خریدارای پاریژی یا یگان عمل ترانسفریشان انجام نیافته است، چرا که دسته ناصر الخلیفی پولی بسیار دارد و مدام خریدکنی را انجام می‌دهد. این نوبت باشد PSG خریداری نکرد و با دروازه‌بان خویش مارچین بولکا تمدید شرطنامه تا سال 2025 نموده دروازه‌بان لهستانی را به دسته کارتاخنا به اجاره داد. همین طریق موسم نوی فوتبالی را دروازه‌بان منتخب جوانان لهستان در دیویزیون دوم اسپانی در کارتاخنا می‌گذراند. نماینده دیگر لیگ یکم فرانسه تیم ستیتیم باشد با انجام دهی گران ارزشترین ترانسفری خویش از گزارش ویسلی فافانا از لستر اعلان نموده برای این حمایتگر 19 ساله 35.5 میلیون یورو پرداخت کرده می شود. باشگاه فرانسوی در خصوص موفق انجام یافتن گفت و شنیدا در خصوص ترانسفر این بازیگر 19 ساله اعلان نموده برای تیم سنت اتین این گران ارزشترین خریداری در تاریخشان می باشد. در میان 1000 بازیگر بهترین دنیایی
تنها 8 فوتبالباز روس جای گرفته بودند و خلاص، چرا که با بازی کردن در صف تنبا و خیمکی و چرتنوا هیچ حال نمیتوان کار کرد و کسب تجربه کردن هم مشکل است. با سبب آنکه شماره بازیگران روس در ابردست‌های اروپایی انگشت شمار است، از همین لحاظ در این مورد چیزی گفتن هم دشوار است. ولی با ادامه این مطلب باید گفت که شماره بازیگران روسی در اروپا بازی نموده به یک نفر دیگر زیاد شد. این نفر سابق دروازه‌بان کراسنودار استانیسلاو کریستیوک است که به صف بلننسیش پرتغالی پیوست. این دروازه‌بان 28 ساله به تیم پرتغالی به طور اجاره گزارش نموده. پیشتر باشد میان سالهای 2013 2016 در تیم‌های براگا و ریو آوه هنرآزمایی کرده است. پس از آن که تابستان امسال به صف چلسی بازیگران نو زیاد آمدند، برای برخی از فوتبالبازان پیشین کبودپوش امکانیت‌های جای گرفتن در هیئت اساسی کم شدن گرفت و لازم شد که باید با چندی از آنها خیر باد گفت. در این میان یکی از چنین بازیگرانی که از تیم لمپارد کنار رفت راس بارکلی می باشد که به طور اجاره به ویلا روان کرده شد. باشگاه برمنگهمی نیمه‌هایگر انگلیسی 26 ساله را با یک موسم به اجاره گرفته. در موسم جاری باشد بارکلی در صف چلسی 2 بازی گذراند. پس از آنی که نسبت بازیگران خط حمله المپیک لیون توجه بیشتر گردید، دسته ژان میشل آلیاس را جز دعوت بازیگران نوین کاری دیگر نماند و لیون هم از گزارش پاکتا از میلان با ارزش 20 میلیون یورو اعلان نمود. نیمه‌هایگر برزیلی میلان لوکاس پاکتا با المپیک لیون شرطنامه مهلتش تا سال 2025 امضا نموده و قول ژورنالیست فابریسیو رومانو ترانسفر مذکور برای المپیکی‌ها 20 میلیون یورو ارزش پیدا می‌کند. همچنین خبر داده می شود که در فرانسه نیمه‌هایگر 25 ساله 2.5 میلیون یورو سالانه کار می کند. باشگاه موناکو باشد در همین مورد کیتا بالده را به اجاره به سمپدوریا روان نمود و همچنین میتواند که فروشد. آخرین مهلت اجاره‌ای تیم ایتالیایی میتواند این بازیگر 25 ساله سنگالی را بر عوض 10 میلیون یورو خریداری کند. خبر میدهد نشریه GFFN. پیشتر باشد بالده در سری آ در صف تیم‌های اینتر و لاتزیو هم برآمد مینمود. اخیراً از گزارش آتشینی که هنوز سنه 25 سپتامبر انجام داده شد برایتان باری دیگر با جزئیات‌های پررشک به تکرار میگوییم. پس از 6 سال بود و باش در کامپ نو و 198 گل پر افتخار، اوروگوایی تیزدندان اخیراً با چشم اشک‌آلود و دل نافارم بارسلونا را ترک کرد و به طور پرینسیپالی به جای دیگر نیو به مادرید رفت. با یوونتوس هم رفتن البته ممکن بود و جای دورتری از مکانی که بنابر مشکل کارهای حجتی کارآمد نکرد و سوارس اخیراً به طور پرینسیپالی دسته مادریدی را انتخاب نمود. امضاکنی شرطنامه نوین 2 ساله با مادریدیای اتلتیکو برای سوارس پس از 6 سال پرواز در فضای کاتالانی تماما امتحانی نو است که با قول کارشناسان فوتبالی لوئیس از عهده آن سربلندانه خواهد برآمد. الکی در نخستین بازی خویش 15 دقیقه برایش پایه شد که پاسی گل آورد دهد و 2 گل دیگر خود به توری دروازه حریف فرستاد. از بر عوض بازی برقرار سوارس 33 ساله بارسلونا باز اصرار بران کرد که 6 میلیون یورو از لیورپول ها خواهد گرفت. سوارس به مبالغه شهرتمندترین جبردیده رژیم نو کومن گردید. کومن با آمدن خویش به بارسلونا همانا به لوئیس زنگ زد و خبر داد که هیچ به اوروگوئه احتیاج نیست. چون این رفتار البته که نه تنها سوارس را دل سرد نموده بود بلکه چون یک آتشکه در روشنی روز برایش گردید. سوارس تا راضی بود تا انجام مهلت شرطنامه تا تابستان سال 2021 در کرسی احتیاطی قرار بگیرد. ولی کومن دو پای در یک موزه اوت سوارس میگفت، چیزی که اخیراً عملی شد. مانع راندن سوارس شدن از بارسا حتی مسی بزرگم شده نتوانست و چنین رویداد با رفیق دیرین مسی نخستین باخت لئو در جنگ بر مقابل راهبریت بارسا گردید. سوارس من بعد در رفت رقابت‌های لالیگا در سنگر مقابل سنگ اندازی میکند.
گزارش سوارس را با واندا متروپولیتانو بیشتر از همه مخلصان اتلتیکو پسندیدگی نمودند، چرا که سوارس باید قدم به قدم از پس راهی طی کرده دیوید ویلیا رستگار شود. نفری که از بارسا به اتلتیکو آمد و برای دسته مادریدی به نخستین قهرمانی از سال 1996 کمک نمود. خلاص برای لوئیس سوارس در اتلتیکو مادرید بهر برآمدن برای شرف با اتلتیکو مادرید کامیابی‌ها خواهیم و برای کومن در روی بنیاد سیستم نوین در ملک فوتبالی کاتالونیا پیش‌صفی‌ها تمنا داریم. با افشای چنین اسرارهای جالب ترانسفری اینجا رسیدیم به پایان برنامه ترانسفر در عمل. خیر، تنسیت و پیروز باشید.